زمرد که رنگش 100% باشه، وزنش از 10 کرات بالا باشه، آبش هم بهتر باشه، تقریبا زمرد کریستال میگه. بازو در کراتش فرق میکنه. کرات 1000 2000 تا 3000 دلار، اگر 100 کرات وزن داشته باشه کرات 5000 دلار هم به فروش میرسه. زمردی که در رگ در این تو خاک سیاه می باشه، مثال رنگش است 80% 90% الا 100%. در این رقم خاک از می باشه مثال 40% یا 50% الا 60%. نظر به جنسیت کمرش قاق باشه، یعنی سخت باشه، دیگه این تو خاک سیاه داشته باشه، دیگه زمرد هم خوب شد. یکی زمرد کمرنگ است، ضعیف از رنگش سفید است، و یکی زمرد شفتلی است، فهمید رنگش دیگه اونقدر تاریک سیاه نیست، شفتل رقم شفتل. یکی رقم زمرد رشقه‌ای است، شاتاب است. همین زمرد شفتلی بالاست در فروش در ارزش.